عزیز 10 ایونی سال 2025 بباشد. قرار داریم در باغ من دهه 4 باغ ناحیه ورزوب و شما یک نمود انگوری که نو برآمد نشون میدم. این آزیا هست. آزیا فکر میکنم که آزیا درازترین انگور عین زمان هست. درازترین. اکنون میبینیم چه خیلی میشود. اینش باشد گراند کالوگینا از اوکراین. اینم بهترین انگور. یکم سال است میبندد. خیلی میبینیم که چه خیلی میپزد. همین انگور رو بگمونم من نهالش رو بفروشم. کدام پولی نقص دیاد الحاظ میفروشم. کدام اگر هم خیلی کنده غوص دارد، کنده چندین ساله دارد. در تابستان برای کار پول در کار است. ما میفروشیم. این ببینید گراندش چه خیلی کلون میشود. این خدا خواهد انا آب قطره قطی آب داده استودیم. انا اینش رو ببینید. بازن اینجا یک دیگر نو دنیپروفسکایا ریویرا. حتی شو ببینید چه خوشروه. اینش هم میفروشیم. خیلی برای چی میفروشیم؟ برای که این قطار رو ما نهال خانه میکنیم. برای همه میفروشم. همدیران عزیز کدام اگر همین درخت کلان رو خریدنی باشد نویسد نرخش 400 سوم 500 سوم. مهنتی بسیار رفتگی، چندین سال ها رفتگی، از خارج کشور آوردگی، پول قطعی خریدیم. هر یک قلمچش رو مرحمت مراجعت کند. ما با آن کس سودا میکنیم. پیشکی نامشون رو در تنه همین درخت نویسانده میمونیم که همین درخت از فلانچه است. این خیلی کلان البته نمیتونم من کوتاه میکنم برای که کلان میبرید میشنونید این نمیگیرد. کوتاه کردم البته میگیرد. با کوتاه کردم در یک سال دویده جوش رو میگیرد. همدیران عزیز در پناه خدا باشید. خدا نگهبان هر یک شما باشد.